خداوند رحمت و مغفرت کند. مرزا مولانا میگه که این عمر به درد و غم نارزد، این عمر به درد و غم نارزد، بر حسرت بیش و کم نارزد. این زندگی تضاد پرور، این زندگی تضاد پرور، بر جلوه جامه جمع نارزد. این جامعه پرز کبر و کینه، این جامعه پرز کبر و کینه، بر جسم خراب و خم نارزد. این گوشگران چرخ بیدار، بر ناله دم و دم نارزد. ببینید در آخر چه زیبا می‌فرماید خداوند رحمت کند، میگه که این خانه یار بی‌ترحم، بر زحمت یک قدم نارزد. این خانه یار بی‌ترحم میگه بر زحمت یک قدم نارزد. اون مکانی که رحمت و شفقت نیست، در آن مکانی که سخن از خدا و پیامبر نیست، در آن مکانی که تلاوت قرآن نیست، در آن مکانی که درود و صلوات به پیامبر نیست، همین خداوند رحمت کند مرزا مولانا میگه که این خانه یار بی‌ترحم، بر زحمت یک قدم نارزد. بر زحمت یک قدم ارزش ندارد. این مکانی که اگر از ذکر و یاد الله خالی باشد. خب در زمان میگه که جز رنج علامتی ندارد، جز رنج علامتی ندارد، این وادی به گرد نم نارزد. جز رنج و مشقت میگوید دیگر چیزی نیست، فقط چی میگوید؟ این وادی به گرد نم نارزد. این مکانی که میگوید خداوند رحمت کند، میگوید که اگر در آن مکانی که یاد ذکر الله نباشد، تلاوت قرآن نباشد و فرد و نصیحت نباشد، درود و صلوات به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نباشد، میگوید که این وادی به گرد نم نارزد. این مکان به یک قطره باران ارزش ندارد، به یک قطره نم ارزش ندارد. این مکانی که از ذکر و یاد پروردگار عالم خالی است. الله ذوالجلال حضرت استاد مرزا مولانا خداوند رحمت و مغفرت کند.